امروز هم ما بسیار خوشحال هستیم که برای این جلسه در خدمت جناب آقای دکتر نجیب رحیم هستیم و بتونیم از صحبتشون استفاده کنیم و افتخاری داریم که به اصطلاح اولین سخنرانی علمی که در این مدرسه علوم اعصاب اجتماعی ایران خواهیم داشت در خدمت جناب آقای دکتر نجیب رحیم باشیم. من بیشتر از این وقتتون نمیگیرم. جناب آقای دکتر در خدمتتون هستیم. سلام عرض میکنم من هم به شما و به کسایی که در این بحث شرکت دارن و همینطور از جناب آقای دکتر جغتایی، آقای دکتر پناهی که صحبت کردن و من هم استفاده کردم و امیدوارم سخنران‌های بعدی هم که صحبت میکنن من استفاده کنم. همینجوری که اشاره فرمودین یک بحث سوشال نوروساینس در واقع ما به مدت طولانی رو در بیمارستان شهدا بعد ایرانمهر ادامه دادیم که خب دوستان همه اونجا جمع می شدن و صحبت می کردیم. بعد از کرونا البته دوچار یک نوع تسلسل یعنی تسلسل ما به هم ریخت و یک نوع تساهل به وجود اومد و باعث شد که ما این جلسات رو دیگه نتونیم ادامه بدیم. ولی هدف خب همین بود که شما داری الان صحبت میکنید و کارهایی که امیدوارم که پژوهشگرهای جوان در این زمینه بتونن در آینده پژوهش‌هایی رو در این سرزمین انجام بدن. همینجوری که به هر حال نوروساینس به نظر میرسه حتی در منطقه ما هم در منطقه خاورمیانه هم یک رشته بسیار بسیار پیشروتر از بقیه جاها باشه بوده قبلا و امیدواریم همینجور ادامه پیدا کنه و این تحقیقات و تفحصات دامنه وسیع‌تری پیدا بکنه. مخصوصا من فکر میکنم که در این زمینه باید موانع از سر راه جوانها برداشته بشه و مؤسساتی که شکل میگیره مؤسساتی باشن مشوق تحقیقات نو و تحقیقات به اصطلاح بریک ترو، یک چیزایی که به هر حال چیزای تازه‌ای رو وجود داشته باشه درش و مخصوصا در زمینه سوشال برین ساینس و سوشال نوروساینس من فکر میکنم که ما احتیاج به یک مؤسساتی داریم که خیلی به صورت تعصبات ایدئولوژیکی رو نداشته باشن و اجازه بدن که این جوانهای ما در ایده های خودشون رو بتونن بپرورونن و مانع درست نکنن و یا برای پروژه هایی رو که دارند فکر نکنن که این مطابقت نداره با فلان ایده. برای اینکه علم اینجوریه که باید هی آزمایش بکنه تا ببینید چه چیزی درسته، ولی از اول ما بگیم به دانشجو که چه چیزی درسته برو اون امتحان کن، این دیگه علم نیست. و متاسفانه ما در بعضی زمینه‌ها در علوم تحقیقاتی مخصوصا در علوم نوروساینس این مشکل رو گاهی می‌بینیم و که باعث پیشرفت نیست، به هر حال باعث پسرفته و معمولا آدم‌ها سرخورده میشن، بعد مجبورن از کشور برن بیرون جای دیگه و برن کاراشون رو اونجاها ادامه بدن. و این هست که اگه بخوایم یک محیط اکتیو فعال و خوندار و جانداری در مملکت خودمون بنا بذاریم، بناش این هست که تعصبات از پیش تعیین شده رو برای انجام آزمایشات و تحقیقات و تفحصات بذاریم کنار و به هر حال دانشکده ها و حوزه هایی که تحقیق میکنن نباید براشون حصارهایی رو از پیش تعیین کرد و گذاشت در اون حصارها این کارا رو بکنن. مخصوصا سوشال نوروساینس که یک مقدار با امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، همه چی آدم ها در ارتباطه، یعنی شما نمیتونید اینها رو از هم جدا کنید. مسائل فرهنگی، ما یه بحثی داریم به نام مغز و فرهنگ الان. خب وقتی که ریستریکشن، محدودیت ها برای تحقیقات زیاد بشه،
این رو ما نمیتونیم در زمینه نوروساینس هم به کار ببریم. این نکته ایه که به نظر من مهم هست. همه این تحقیقاتی رو که فرمودن استادان بزرگ آقایان دکتر جغاتایی، آقای دکتر پناهی و دارن تلاش میکنن و فعالیت میکنن و من میدونم که به هر حال کوشش زیادی در این زمینه‌ها داره میشه، باید یک مقداری به نظر من این فضا رو بازتر بکنن و فضای بازتر برای علم حیاتی است و اگر فضای باز نباشه علم خفه میشه و علم دیگه علم نیست. برای اینکه همه فکر میکنن باید نتایجشون منطبق باشه با اون چیزی که قبلا فکر میکردن. اگر نتایجشون با اون چیزی که قبلا فکر میکردن نخونه، پس اون آزمایش اشتباه هست، برای اینکه اعتقادات ما پیش از آزمایشمون هست. این مسئله مهمیه برای جامعه علمی و امیدوارم این رعایت بشه. دومین نکته ای که به عنوان یک حالا کسی که زودتر شروع کرده و زودتر فکر کرده راجع به مسائل نوروساینس، نه اینکه بهتر فکر کرده، فقط اینکه یه ذره پیرهن بیشتری پاره کرده یا نمیدونم به هر حال یه عمر بیشتری رو توی این زمینه صرف کرده، به عنوان یک کسی که چندین سالهای بیشتری توی این زمینه فکر کرده، اندیشه کرده و مطالعه کرده و تا جایی که تونسته به هر حال اکسپریمنت کرده، تجربه کرده. من فکر میکنم سوشال نوروساینس الان یک جایگاه خیلی خیلی بیشتر از بخش ها، سکشن های دیگه نورو داره که باید بهش توجه بشه، به این معنا که ما شاید یک قفلت تاریخی داریم در زمینه شناخت انسان و انسان در جامعه، در طبیعت، در جامعه، در شرایط اقتصادی خاص، در شرایط جغرافیایی خاص، در شرایط فرهنگی خاص، چه جور انسانی هستش که باید چجوری اون انسان رو ببینیم و بررسی کنیم و تحقیق کنیم راجبش. دیگه انسان رو به صورت یک فرد ایزوله، یک فرد منفرد، یک فردی رو که در گوشه تنهایی در یک مکان نامعلومی زندگی میکنه، نمیتونیم بگیم که آقا مغزت اصلا اینجوری کار میکنه، برو به کارت. ما بررسی کردیم الکتروفیزیولوژی مغز، فانکشنال ام‌آرآی مغز، نمیدونم همه این آزمایشات جدید قدیم رو برات انجام دادیم، مغزت اینجوری کار میکنه و ولا غیر. و تو به عنوان یک آدم منفرد هر جای دنیا باشی مغزت همچینی کار میکنه. اینجوری نیست. و چون اینجوری نیست، بسیاری از آزمایشاتی رو که ما در روی مغز انسان در روی لب به صورت ایندیویدوالی انجام میدیم، شاید آرتیفکتی بیش نباشه. حالا آرتیفکت نباشه ولی به هر حال همه ماجرا نیست. همه ماجرا نیست که مغز ما اینجوری کار میکنه. و این خیلی بازخورد اجتماعی وسیع هم داره ها. یعنی وقتی که شما میرسی به این که میبینی که مغزت به تنهایی نیست که فانکشن داره و کار میکنه و تنهایی کار نمیکنه و بلکه در جمع کار میکنه، تو به این نتیجه میرسی خب این همه آزمایشات، تحقیقاتی رو که روی مغز انجام شده، فلان جای مغز اینجوری کار میکنه، بسیار جای مغز اونجوری کار میکنه که خیلی هم الان طرفدار داره. آیا ما نباید این مغز رو وقتی که داریم آزمایش میکنیم، بررسی میکنیم، این نکته هم در نظر بگیریم که اگر در کنار کسای دیگه‌ای، در جمع خودش، در محیط خودش، در خونه خودش، در آفیس خودش، در نمیدونم محل کار خودش هست، این مغز چجوری داره کار میکنه. این چیز ساده‌ای. و اون کاری رو که و بعد دیدن که اون کاری رو که مغز یا بخش‌های مختلف یا مدارهای مختلف مغز انجام میده،
موقعی معنادار میشه، ببخشید من مثل که قطع شد، موقعی معنادار میشه که ما این آدم رو در رابطه با دیگران قرار بدیم و بررسی بکنیم و بعد میبینیم این مدارها اصلا یه جور دیگه دارن کار میکنن. حالا من به طور سربسته دارم اینا رو میگم که تمام دوستانی که شرکت دارن همشون نوروساینتیست نیستن، ولی به هر حال یه عده‌ای نوروساینتیستن، ولی دارم ساده توضیح میدم که بفهمن که ما چه پارادایم شیفتی میتونیم داشته باشیم در ماجرای این که بفهمیم که مغز ما اجتماعی است. اصلا مغز غیر اجتماعی ما نداریم و وقتی که مغزی که اجتماعی باشه، این مغز باید تو اجتماع ببینیم چجوری داره کار میکنه، نه اینکه تو لابراتوار ببینیم چجوری کار میکنه. اونم میشه، اونم خوبه ها، اونم باید انجام بشه، نه اینکه اونا همه نباید انجام میشه، حالا باید. ولی به هر حال فکر میکنیم که مدارهای مغزی که میگیم که حالا داریم مطالعه میکنیم و این همه تکنولوژی رو واردش کردیم و هوش مصنوعی و فلان و بهمان، اینا باید همه اینا در راستای این باشه که ببینیم این مغز اجتماعی ما چجوری کار میکنه. این شاید یکی از نکات گرهی مهمی هست که به نظر من برای علم یک قدم به جلو هست، یک قدم، یه پارادایم شیفت برای من، از نظر من، به خاطر اینکه تمام ستینگ آزمایش‌هایی و تجربیاتی رو که ما روی انسان و روی مغز انسان انجام خواهیم داد فرق خواهد کرد. و خب این یه نکته بسیار کلیدیه که ما باید بهش تأکید بکنیم که مغز ما مغزی است از ابتدا اجتماعی، یعنی نه اینکه بعداً ما اجتماعی میشیم، اول منفردیم، چون بعضی از پژوهشگرای خیلی بنام هم فکر میکردن انسان یک موجود ایزولایی هست که بعداً اجتماعی میشه، وارد خانواده میشه، بعد از خانواده میاد بیرون و مدرسه میره، بعدم میره سر کارش و هر حال همینطور هی بر اجتماعی شدنش افزوده میشه. این نکته هم نکته ایرادداری بوده که قبلا ما فکر میکردیم، حتی اندیشمندان خیلی بزرگی مثل فروید، پیاژه به انسان اینجوری نگاه میکردن که ابتدا یک موجودیه که منفرد به دنیا میاد و منفردم دنیا میاد. این یک از نظر جامعه شناسی هم خیلی اهمیت داره ها، از نظر استراکچرها، ساختارهای اجتماعی که ما الان داریم توش زندگی میکنیم هم اشکال داره که ما فرد رو، یعنی جامعه رو به صورت یونیت های واحد ببینیم. در جوامع سرمایه‌داری امروز من فکر میکنم که ما هرچی بیشتر به این طرف میریم، ایندیویدوالیتی. درسته ایندیویدوال ها با هم تفاوت دارن، نمیدونم در جامعه آدم ها با هم گوناگونن، همه اینا رو قبوله، باید باشه این رنگارنگی، ما اون رو رد نمی کنیم، ولی این رو رد می کنیم که انسان موجود تکی نیست که تک تکش پهلوی هم قرار بگیره و اون کل اجتماع رو بسازه. پس وقتی میگیم انسان اجتماعی، یعنی این لینک از اول با بیرون برقرار شده، لینک دو طرفه ما بین من به عنوان یک موجودی که هنوز راه نیفتاده، من هنوز تو شکم مادرم هم حتی، و با اون چیزی که در بیرون ما وجود داره. و اگر این لینک رو در ارتباطات مغزی نبینیم، در واقع مغز رو خوب نمیشناسیم و این برعکس اون ایدئولوژی حاکمیه که تو اگه فرد رو خوب بشناسی، بعد جامعه رو خوب میتونی بشناسی. فرد، افراد خوب، برجسته، نمیدونم توانا، جامعه توانا به وجود میارن. این تئوری و این نظریه که حاکم بر سرنوشت ماست دیگه معنایی نداره، دیگه داره معنای و ارزش خودش رو از دست میده و این هم فاجعه آفریده این نوع طرز تفکر در دنیا. حالا من امروز نمیخوام راجع به فجایعی به وجود آورده،
ولی این طرز تفکر حاکم هست. یعنی من به این نتیجه رسیدم که ما از راه سوشال نوروساینس میتونیم کمک بکنیم که انسان آینده انسان بهتری باشه، انسانی اجتماعی باشه، انسانی باشه که ما بتونیم بیشتر به اون ریلای بکنیم. این قدرت فردگرایی که فقط من باید بزنم، بکوبم، برم، موفق بشم، با زیر پا گذاشتن همه چیزا بکنم از جامعه، برم جای دیگه‌ای که بتونم خودم رو نجات بدم، این طرز تفکر حاکمه بر ماست دیگه. تعارف نکنیم، حاکمه و در یک خودمحوری ما رو قرار میده. ولی سوشال نوروساینس میگه آقا این خودمحوری تو اساس و بنیاد علمی نداره. چرا اساس علمی نداره؟ برای اینکه الان یکی از بخش‌هایی که من فکر میکنم در ایران هم ما باید به فکرش باشیم و بسیار بسیار رشته مهمی داره میشه و تحقیقات درش داره مهم میشه، رشته دیولوپمنتال نوروساینس است. باز تکرار میکنم، دیولوپمنتال نوروساینس یعنی چی؟ یعنی نوروساینسی که در زمان رشد، مغزی که در زمان رشد داره بزرگ میشه. ببینیم اون چجوری داره رشد میکنه. آیا این مغز یک کودک یا مغز یک نوزاد یا یه مغز یک جنین به طور منفردانه رشد میکنه بدون اینکه در محیط خودش، در ارتباط با محیط خودش قرار بگیره یا نه؟ این خیلی مسئله مهمیه و دارن روش کار میکنن و تحقیقات به طور عجیب غریبی به طرف این داره میره که انسان از زمانی که هنوز متولد نشده مغزش در رابطه با بدنش، مغز بدنمند، باز اصرار میکنم روی embodied cognition، اینجا از اما ابتدایی که کاگنیشن داره شکل میگیره، شکل ظاهری و باطنی خودشو پیدا میکنه در داخل مغز، در داخل رحم مادر، از همون موقع الرت نسبت به اتفاقاتی که داره بیرون میفته و بر اساس اون اتفاقاتی که در بیرونش، در همون فضای کوچیک بیرونش، محیطش داره انجام میگیره، الرت، آگاهه و مغزش در همون راستا داره کار میکنه با بدنش. چه حسایی ما اون موقع داریم؟ پروپریوسپشن، نمیدونم کم کم چیزای دهلیزی مغز، یعنی وستیبولار، اون عدم تعادلی، گوش، شنوایی که در 7 ماهگی کامل میشه. ما شنواییمون در شکم مادر کامل شده و ما راههای گیرنده بسیاری داریم و موومنت. ما از 3 ماهگی تو شکم مادر حرکت میکنیم. حرکت خودش اینفورمیشن زاست، اطلاعات زاست، یعنی همون حرکت اولیه جنین در داخل شکم مادر و اطلاعاتی که ما به دست آوردیم خیره کننده است در حال حاضر که چگونه مغز ما از ابتدا، هنوز همه جاش شکل نگرفته و خیلی از قسمت‌های مغز ما مثل هیپوکامپوس، پریفرونتال کورتکس، اینا هنوز شکل شمایل خودشو پیدا نمی‌کنه. کورتکس که باید یک رشد بکنه، بقیه قسمت‌های کورتکس، خب اینا داره کم کم رشد میکنه. ولی با چی داره رشد میکنه؟ با جامعه، با محیطش، با اون همون محیط کوچیکی که جامعه ما اسمشو میذاریم توی پرانتز. برای چی من جامعه اسمشو میذارم؟ به خاطر اینکه تمام المان‌های فرهنگی،
المان‌های اجتماعی زیست پدر و مادر، غذایی که میخورن، نحوه رفتارشون از نظر اینکه کی میخوابن، کی ببخشید باز من قطع شدم، مثل که کی میخوابن، کی بلند میشن، کی فعالیت میکنن و چه موسیقی گوش میکنن، چه سر صداهاشون چجوریه، با هم دیگه چجوری صحبت میکنن، با چه تونی صدا صحبت میکنن. چون تونالیته رو بچه قبل از اینکه کلام رو تشخیص بده تونالیته زبان رو میتونه درک بکنه. پس بنابراین ما با یک موجودی طرفیم که از کودکی با مسائل اجتماعی دور و بر خودش در تماس به طور غیر مستقیم و حرکتی بالانسی رو که این توی شکم مادر تو مایع آمنیوتیک میزنه و راهی رو که میره مادر میره وستیبولار سیستمش که تشکیل میشه در 5-6 ماهگی به اصطلاح جنینی، این فکر میکنه توی گهواره داره تکونش میدن، احساس گهوارگی بهش دست میده. یعنی این جور محیط با تمام شرایطی که مادر چی کار میکنه در طول روز، با کی حرف میزنه، با کی به گفتگو میکنه، با کی اعصاب تلخی میکنه، اینا همه میتونه به جنین منتقل بشه. پس بنابراین این مغز داره با جامعه خودش رشد میکنه. حالا اینا قبل از تولده. بعد از تولد دیگه قوقاست. قوقایی مسئله اتفاقا نیست این که ما وقتی که بلند شدیم راه رفتیم حرف زدیم که اغلب پدر مادر فکر میکنن اون موقع دیگه این آدمه، قبل از اون که آدم نیست که یه تیکه گوشتی اونجا افتاده، حالا یه شیری هم میخوره و یه عوضی باید بکنن و یه تیماری ازش بکنن، تموم شد رفت. ولی اینجوری نیست. به نظر میرسی که سال اول و سال دوم تولد، شاید من این بحث رو نتونم خیلی عمیق برم جلو و ببینم این چیه، بگم این چیه در واقع، ولی به نظر میرسی که سال اول و سال دوم بسیار بسیار کلیدی هستن در اجتماعی شدن مغز ما، رشد مغز ما از طریق اجتماعی شدن ما. اجتماعی شدن به معنای این نیست که ما وارد گروه اجتماعیمون بشیم، همون واحد خانواده، همون پدر، همون مادر، همون خاله، همون دایی، همون نمیدونم خواهر اگه داشته باشیم یا برادر داشته باشیم که پلو دست ما باشه، یا اگر کسای دیگه دخالت داشته باشن در رشد ما. یعنی آدم ها مهمن برای رشد ما، نه اشیا در ابتدا. یعنی اشیا اونقدر مهم نیستن که افراد مهمن. اینتر سابجکتیو ریلیشنشیپ یعنی چی؟ یعنی رابطه بیناذهنی یا رابطه بیناسوژه‌ای، شاید بگیم بهتره. سوژه به عنوانی که ما داریم کم کم وقتی که آدم میشیم شکل میگیریم، به انسان داریم میشیم، سوژه در ما شکل میگیره، سلف پیدا میکنیم. و این سوژه‌ای ما در رابطه با یک سوژه دیگه‌ای که در کنار ما هست شکل میگیره و رزونانس رفتار من با دیگری هست که در واقع مدارهای مغزی من رو داره شکل میده. پس بنابراین من یک موجود ابتداعاً اجتماعی هستم، یعنی در رابطه با دیگری شکل میگیره مغزم، توان کاگنیشنم شکل میگیره، ایموشنام شکل میگیره. مخصوصاً ابتدا انسان یک رابطه، مخصوصاً در سال اول، یه رابطه بینا هیجانی عاطفی با محیط خودش پیدا میکنه و از این رابطه بینا هیجانی عاطفی که بعداً به کاگنیشن رشد و بال و پر میده. پس بنابراین این رابطه بین سوژه‌ای اینترکورپوراتی بینا جسمی ما به من و دیگه
که معنای زندگی من سعی کنه برای من توضیح بده، آن یک موجود زنده. اینها حقیقاتی است که به نظر من تو ایران اینا شکل بگیره و خیلی عالی، و اینکه ما احتیاج به یک نوع ساینس که در فرهنگ خودمون، در جامعه خودمون، تمام مسائل و مشکلاتی رو که داریم ببینیم که ما چه بر این بچه یا داریم میاریم از نظر اجتماعی. آیا این بچه بعداً بچه حسابی خواهد شد یا نه؟ باید بدونیم اینا رو تا بفهمیم که چیکار باید بکنیم، چه بلایی سر خودمون بیاریم. اگه پول نداریم براش نمیدونم فلان چی رو تهیه کنیم، اگه نمیدونم خونمون اینجوریه نمیتونیم وسایل دیگر رو براش فراهم کنیم، باید چیکار بکنیم؟ ببینید مسئله این هست که ما با یک چیز بسیار انتولوژیک هستی شناختی روبرو هستیم با سوشال نوروساینس. اینقدر اهمیت داره. توان اینی که ما آگاهی پیدا کنیم که از بچگی کودکان ما از شکم مادر به بعد که در 1 سالگی 2 سالگی که سنین بسیار بحرانی هست که سال اول رو بهش میگن primary intersubjective relationship یا intersubjectivity، یعنی بینا سوژه‌ای بودن انسان شروع میشه در سال اول که از طریق زبان نیست، یعنی ما از طریق احساساتمونه که ارتباط برقرار میکنیم، از طریق عواطفمونه که احساسات برقرار میکنیم، تا برسیم به مرحله دوم که سال دوم زندگی هست که اونو ببینیم بهش میگن secondary intersubjectivity، که اون موقعی هست که کم کم سلف از دیگری جدا میشه، من و تو با همدیگه به یک شی، به یک ابژه نگاه میکنیم، پرسپکتیو به وجود میاد کم کم. وقتی زبان به وجود میاد پرسپکتیو شکل میگیره، من تو من داریم توپ رو با توپ بازی میکنیم، مثلا با مادرش یا با برادرش. و یعنی اینا همه این مسائل اجتماعی، environmental و سوشال داره در خیلی زبان کوچیکی در 1 سالگی 2 سالگی منظور من که داره شکل میگیره. ما نمیتونیم وایسیم که زبان درست شد و بچه مدرسه‌ای شد تازه فکر بکنیم که الان باید برای اجتماعی شدنش، برای نمیدونم دیولپمنت سالمش ما باید چی کار بکنیم. از همون جاها این دیولپمنت شروع میشه. یعنی اون اینترکورپورالیتی و اینتر سابجکتیویتی در واقع از همون سال اول به دوم شکل میگیره. منظورم اینه که ما به این مرحله از رشد باید خیلی خیلی توجه بکنیم. من فکر میکنم که من همش یعنی وحدت تکلم نداشته باشم و در یک همچین جلساتی مسلماً سوال جواب هست که بیشتر به من راهنمایی میکنه که در چه زمینه‌ای تاکید بکنم و در چه زمینه‌ای حالا بایستم حرف نزنم. و تجربه من نشون میده که همین مقداری که من صحبت کردم کافی باشه و یه چند تا سوال هم اگه پشت سر این اگر دوستانی لطف بکنن سوالاتی داشته باشن و بحث‌هایی داشته باشن، من بتونم دنباله اون صحبت بکنم. اگر موافقین با این مسئله که این کار رو بکنیم و اگر نه که من همینجور ادامه بدم. دیگه مربوط به گرداننده این جلسات هست که تصمیم بگیره که چی کار بکنه. ببخشید اگه صدام رو میشنوید به من پاسخی بدین که آیا خوبه یا نه. سوال رو من فکر میکنم اگه سوال بکنی خیلی خوبه، مخصوصا افرادی که از رشته‌های مهندسی هستن و شاید نکاتی دارن که گفته‌های من روشن نکرده و اگر هست بفرمایید که این. به هر حال من منظورم حالا تا زمانی که بحث ادامه داره و
من دارم صحبت میکنم میگم که دوستان یک نگاهی بکنن به لیترچر، به ادبیات سوشال نوروساینس در زمینه دیولپمنتال. به نظر من کلید بسیاری از سوالات ما در اونجاست و ما به این طریق هست که میتونیم در این زمینه پیش بریم. بله، به نظر من اگه کسایی میتونن صحبت کنن و یا اینکه سوالی هست مطرح کنن خیلی خوشحال میشم. آقای دکتر صدای منو دارین؟ بله صدای شما رو دارم من. بله. خیلی ممنونم از صحبتی من فقط خیلی استفاده کردیم. بگم که اگر دوستان سوالی دارن در این مقطع میتونن، اگر وقت داریم، اگر وقت هست، اگه وقت نیست که بذاریم بعدا. بله دکتر، چون 10 دقیقه ما فرصت داریم، گفتیم اگر موافق باشید دوستان کامنت بذارن، من سوالاشو براتون بخونم. بله، اینجوری بشه سوالات بیشتری رو پاسخ داد تا بله بسیار ارتباط داشته باشن صوتی. خیلی خوبه، چون بله. که اینطور بتونیم سوالات دوستان بیشتری رو جواب بدیم. معامله خیلی کمک بکنه به من هم که بتونم صحبت بکنم راجبش. بسیار عالی، خیلی ممنونم. خب دوستان سوالاتون رو لطفاً توی کامنت بنویسید، من برای دکتر میخونم که انشالله تا جای ممکن بتونیم سوالات رو جواب بدیم. خب دکتر، حالا یه سوالی که پرسن شاید بیشتر مرتبط با محتوا نباشه، ولی خب چون این جلسه که ما داشتیم خیلی بیشتر یه درآمدی بود بر علوم اعصاب اجتماعی که بچه‌ها بخوان آشنا بشن و شاید خیلی از دوستانی که حضور داشتن از ترمای اول دانشگاه هستن یا حتی یه سری از دوستان رشته‌هاشون مرتبط نیست ولی خب خیلی علاقه‌مندن که تو این زمینه کار کنن. یه سوالی که پرسن گفتن که یک نقشه راه و منابع مطالعاتی برای کسایی که از رشته غیر مرتبط میخوان شروع کنن و بخوان فعالیت کنن در این هیته، حالا به طور کلی چه کاری باید انجام بدن که بتونن وارد این هیته بشن؟ به نظر من اولین مرحله کار برای هر کاری پژوهشه، یعنی مطالعه است. یعنی برن کامپیوترشون رو باز کنن، من همیشه اینو میگم، و سرچ کنن، یعنی موضوعی که مورد علاقه شونه. مثلا فرض کنین همین social neuroscience، developmental social neuroscience، یا چیزایی که در ارتباط با رشته خودشون، پیوند رشته خودشون با این رشته ها قرار میگیره. از این طریق مدخلی ورود، چون الان واقعا همونجوری که میدونید نوروساینس، نورو در واقع وارد همه زمینه ها شده دیگه، توی زمینه های حتی کامپیوتر ساینس، نمیدونم رشته های برق، تکنولوژی، هوش مصنوعی، امبادید کاگنیشن، شما میبینید فراوونه. و به نظر من اون کسایی که علاقه‌مندن که وارد این محیط بشن، ماجرای سوشال نوروساینس بشن، اول برن لینک هایی رو که پیدا میکنن توی گوگلز مثلا بگردن، مقاله هایی رو که در این رابطه هست رو بخونن، مقاله هایی که بتونه راهنماییشون بکنه، مقدمی باشه، ببینید چه کارهایی در این زمینه داره توی دنیا انجام میشه. معمولا این مقاله ها یه اینتروداکشنی دارن، یک مدخل ورودی دارن که اون اینتروداکشن ها به نظر من خیلی مدخل خوبیه برای ورود به یک مبحث. متاسفانه ما به یک تنبلی آموزشی گرفتاریم. و این تنبلی آموزشی این است که همه چیز رو میخوایم بجوان بذارن تو دهنمون و ما اون رو تناول بکنیم. خود منم همینجورم، نمیخوام حالا انتقاد از دیگری نباشه، از خودم من شروع میکنم. و این است که فقط با کتاب بسنده نکنن، کتابایی که ترجمه شده، حالا اون ترجمه ها چقدر صحیحه، و اولا یک زبان یاد بگیرن. زبان حتما اولین قدمه که بتونید وارد علم امروز بشین، و بدون زبان
نمیشه وارد علم شد، برای اینکه زبانی که الان زبان علمی هست زبان انگلیسی، حتما باید زبان انگلیسی بدونن. و دوم اینکه زبان تخصصی خودشون رو حداقل بلد باشن و بعد بتونن از مقالاتی استفاده کنن که برای عموم نوشته شده. بسیاری از مقاله های توی سوشال نوروساینس معمولا توی مجلاتی نوشته میشه که برای همه قابل فهم باشه، اونها رو شروع کنن به اصطلاح خوندن و کم کم یک مدخلی میشه برایشون، برای اینکه وارد اون حوزه‌ای بشن که علاقه‌مندن که کار بکنن. خیلی ممنونم استاد. یه نفر دیگه از دوستان، حالا این موردی که لطف فرمودین پاسخ دادین، فکر کنم من حال کامنت‌ها داشتم نگاه می‌کردم، حالا به شکل‌های مختلف سوال خیلی از دوستان بود، چون خیلی از دوستان از رشته‌های مختلف پرسیدن که چطور باید وارد شیم و ممنونم از توضیحاتی که فرمودید. یکی دیگه از دوستان پرسیدن، حالا گفتن که طی همه سال‌های تکامل انسان شکل مغز چندان تغییر نکرده، حالا خیلی کلی است، ولی گفتن که این چطور با تغییر سبک زندگی اون هم به این صورت امکان پذیره. حالا می‌خواستم حالا یه جوری به صورت کلی در رابطه با اهمیت نوروپلاستیسیتی با سوشال نوروساینس و اهمیت و جایگاهش صحبت بکنم. بله. سوال بسیار جالبیه. ببین، شکل مغز تغییر نمی‌کنه. شما مغز انیشتین رو با مغز یک آدم معمولی هم نگاه کنی می‌بینی همشون شکلش یکیه. حالا یه تفاوت‌هایی البته داره، چون شکنجه‌های هر مغزی با مغز دیگه یه تفاوت‌هایی داره، ولی شکل ظاهری کلیش فرقی نداره. همه یه مغزیه با یه چین شروکایی که این چین شروک‌ها میتونه مثل خطوط انگشتای دست ما از یکدیگر متفاوت باشه، یعنی تفاوت‌های ما کوچیکی داشته باشه، ولی اینکه در کل شکل مغز خب بله در طول تکامل سالیان طولانی تغییر نکرده، در شکی نیست. ولی یک چیز رو در نظر بگیرید، این شکل ظاهریه، ولی همون جوری که شما هم اشاره کردین و آقای دکتر فکر کنم پناهی بود که یک اشاری بهش کرد که مدارها مهم شدن الان در دنیای امروز نوروساینس. مغز ما یک پلاستیسیته داره، یک انعطاف پذیری داره که از بچگی همینجور که مغز ما رشد میکنه این انعطاف پذیری هم با خودش داره. یعنی از زمانی که ما متولد میشیم یا هنوز تو شکم مادریم تا زمانی که فوت میکنیم این تغییر و تحولات در مغز ما داره انجام میگیره و ما اینجوری نیست که در هر جایی که در هر شرایطی قرار بگیریم مغزمون همینی که هست، ژنتیک تعیین میکنه همه چی رو. به هیچ وجه اینجوری نیست و مغز ما با شرایط زندگی ما، با شرایط اجتماعی ما، با شرایط فرهنگی ما داره دائما تغییر و تحول پیدا میکنه. این پلاستیسیتی مغز، انعطاف پذیری مغز بسیار بسیار الان اهمیت پیدا کرده و ما از این پلاستیسیته داریم استفاده میکنیم برای به اصطلاح بهبود بخشی وضع بیمارانی که دچار مثلا سکته مغزی شدن یا پارکینسون شدن یا آلزایمر شدن. ما داریم از این پلاستیسیته تا حدی که بتونیم اونا رو زیاد بکنیم و اضافه بکنیم و حتی بعضی‌ها فکر می‌کنن بسیاری از بیماری‌ها به علت اختلال در پلاستیسیته مغز هست که مغز نمیتونه اونجوری که باید شاید جواب بده. بنابراین ظاهر مغز ممکنه شما شکل مغز رو دگرگون نبینید، ولی به تدریج مغزتون که شما تبحر پیدا می‌کنید و تخصص پیدا می‌کنید، وارد کار میشین، سنتون از یک سنی به سن دیگه میره، همینجور مغزتون هم بایش داره آداپت میکنه و تغییراتی درش داره ایجاد میشه. این سوال جواب سوالیه که به طور مختصر من میتونستم. بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای دکتر یه موضوع دیگه یکی از دوستان اشاره کردن، حالا اتفاقا سوالی بود که من خودم از شما داشتم و خب شاید خیلی رنگ و روی دیگری توی علوم اعصاب اجتماعی بگیره، این هستش که گفتن که لطفاً راجع به سوء استفاده‌های محتمل از علوم اعصاب اجتماعی بفرمایید. حالا با توجه به اینکه یه جورایی شاید از این علوم اعصاب اجتماعی خیلی وقتا برای استفاده‌هایی در زمینه حالا اتوریته، پروپاگاندا و خیلی از کارهای مختلفی که یعنی شاید تفکر عموم هم حتی به این باشه که وقتی که اسم علوم اعصاب اجتماعی میاد
بحث کنترل کردن، بحث تاثیرگذاری منفی شاید حتی توی جایی باشه و کلا سوء استفاده‌ای که شاید از این علم بخواد بشه. اینو هم ممنون میشم بفرمایید. بله، این سوء استفاده رو الانش هم دارن میکنن. یعنی من فکر میکنم که با اینکه ما بفهمیم که مغز، یعنی ما افراد عادی بفهمیم که مغز چجوری کار میکنه، اتفاقا بهتره. میتونیم مچ قدرت هایی که دارن از این خاصیت های مغز ما استفاده میکنن چیز بشیم، یعنی مچشون رو بگیریم، بگیم معنا که بگیم که آقا تو داری این کارو میکنی ها، یعنی تو داری از این ابزارها سوء استفاده میکنی ها، داری آدم‌ها رو کنترل میکنی، داری احساساتشون رو کنترل میکنی، داری احساساتشون رو هدایت میکنی. خب ببینید در بازار به اصطلاح بده بستان سرمایه‌داری این سوء استفاده داره الان میشه و من بارها راجع به این مسئله صحبت کردم. ما در جهانی زندگی میکنیم که قبل از اینکه ما سوشال ساینس رو بفهمیم چیه به عنوان یک فرد عادی جامعه، اول قدرت هست، قدرت‌های اجتماعی هستند که اونها میفهمن که مغز چجوری داره کار میکنه. مثلا فرض کنید شما در مؤسسات دفاعی نظامی مثلا در کشورهای مختلف چقدر اونها دارن تحقیقات میکنن راجع به اینکه چجوری میشه رفتار آدم‌ها رو، چجوری احساسات آدم‌ها رو، چجوری شناخت آدم‌ها رو میشه مانیپولیت کرد، یعنی دستکاری کرد. و این سوال بسیار خوبیه که تا چه حدی این اتفاق ممکنه بیفته. به نظر من بسیار زیاد. و ما در ضمنی که شناخت پیدا میکنیم که سوشال نوروساینس چقدر مهمه، شناخت باید پیدا بکنیم از اینکه میتونه این مورد سوء استفاده قرار بگیره. مثل انرژی اتمی میمونه که شما از انرژی اتمی میتونی صلح طلبانه استفاده کنی، میتونی هم جنگ طلبانه استفاده کنی، تهدید کنی آدم‌ها رو، بگی آقا من دارم میذارم تو کلت تا تمام جمعیتت از بین بره. و خب علم هم دو سویه داره دیگه. تمام علوم اگه نگاه کنید وقتی که به تکنولوژی تبدیل میشه، همین هوش مصنوعی، الان ببینید هوش مصنوعی چجوری میتونه بر ضد انسان، بر ضد اتوریته انسان، یعنی به هر حال اون اتونومی انسان، من به اتونومی انسان اعتقاد دارم، به اون معنا که نه اینکه قدرت بتونه روی اون حاکمیت پیدا کنه، بلکه خودش بتونه توان اینو داشته باشه که اون سوژگی خودش رو اثبات بکنه، سوژه بودن خودش رو اثبات کنه. برای اینکه انسان به صورت سوژه در بیاد باید بتونه دانا باشه، دانش داشته باشه، آگاه باشه و این آگاهی بهش کمک میکنه که در مقابل اگر نیروی قدرتی داره ازش سوء استفاده میکنه از اون علم، در مقابل اون بیسته و در مقابل اون بتونه جمعی رو به وجود بیاره که حداقل رزिस्टنس، یه سیستم راهایی بخش، یه سیستم به اصطلاح مقاومت در مقابل اون نیرویی که داره سوء استفاده میکنه از این قدرت، از این قدرت علمی بتونه به وجود بیاره. ما همیشه با این مسئله روبرو بودیم در طول تاریخ. اگه نگاه بکنید هر تکنولوژی که به وجود اومده، هر علمی که به وجود اومده، دو تا لبه داره، دو تا تیغه داره. یه تیغه میتونه ما رو ببرونه به عنوان یک انسان و یه تیغه هم میتونه به نفع ما تموم بشه. ولی ما باید بتونیم اون تیغه‌ای که داره به ما کمک میکنه، به عنوان به انسانیت ما داره کمک میکنه، به جمعیتی رو که نمیخوان زیر بار زور و فشار و بی‌عدالتی برن وای میسه، این علم باید بتونه در مقابل اون مقاومت بکنه، روبرو بشه باش. بنابراین همیشه احتمال سوء استفاده وجود داره، ولی این ما هستیم که با دموکراتیزه کردن علم، اون چیزی که من در نهایت توی کتابم بهش اشاره کردم، زیستن در جهان دوپاره جدیدن، در اونجا هم اشاره کردم، این علم رو ما باید بدونیم که آگاهی بهش داشته باشیم و اگه آگاهی نداشته باشیم ممکنه بر ضد ما استفاده بکنن و ما مثلا نفهمیم چجوری استفاده کردن.
چجوری مثلا میتونن احساسات عواطف من رو استیمولیت بکنن که من فلان کالا رو مثلا بخرم. همین یه چیز ساده. یا فلان ایده اعتقاد رو بهش اعتقاد پیدا کنم، یا جهت بدم به من از نظر اجتماعی، از نظر سیاسی، از نظر هر چیز دیگه. و اینی که ما باید همیشه مواظب سوء استفاده باشیم. و اینی که به نظر من تک تک ما نمیتونیم، انسان موجود سوشاله، موجود منفردی نیست. اگه منفرد کار بکنیم همش سر ما کلاه میره در نهایت. برای چی سرمون کلاه میره؟ برای که میتونن ما بگیم که آقا خب دیگه اونا قدرت دارن کردن دیگه، ما فقط باید دیگه قبول بکنیم دیگه. الان فعلا همینجوری در دنیا دست یه عده خاصیه، ما باید از اونا تابعیت بکنیم چون دنیا دست یه عده خاصیه و ما دیگه به عنوان یک موجود نحیف و نزار به طور فردی باید قبولش کنیم. ولی اگر ما فکر بکنیم این آگاهیمون به یک آگاهی جمعی تبدیل بشه، میتونیم نیروی مقاومتی باشیم در مقابل اون سوء استفاده. بسیار عالی، خیلی ممنونم جناب آقای دکتر از توضیحات مفصلتون، خیلی استفاده کردیم. خب فرصت هم گذشته از زمانی که داشتیم. فقط به عنوان سوال آخر یک موردی رو ممنون میشم مختصر بفرمایید. حالا چون به اصطلاح گفتیم هدف این جلسه بیشتر این هستش که خیلی از دوستانی که علاقمند هستن توی ایت بخوان کار کنن و یه مقدار با چالشاش مواجه بشن، یکی از دوستانم پرسیدن که حالا با توجه به کلا محدودیتایی که تو ایران به لحاظ اجتماعی و تاریخی وجود داره تو این زمینه، شما نظرتون چیه؟ به چه شکل میشه این علم تو ایران گسترش داد یا اصلا فعالیت کرد، یا نیاز یک اجتماعی از پژوهشگری رشته‌های مختلف حضور داشته باشن و به طور کلی چطور میشه این علمو تو ایران یه مقدار بیشتر روش کار کرد؟ یه تناقض وجود داره دیگه، به هر حال یه تناقض بزرگی ما باش روبرو هستیم، یک نوع کانتردیکشن و یک معما، یک مسئله هست. ببینید ما مؤسساتی داریم که اینها بودجه هاشون از یه جاهایی میاد که خب محدودیت های خودشون رو دارن، برای اینکه اهدافی رو که دارن ممکنه به اهداف فرد ما به عنوان یک ریسرچر، من در ایران در خارجم با همین مسئله روبرو هستیم. یعنی من دوستای زیادی دارم که ایده های بسیار درخشانی دارن، در مؤسسات خیلی پولدار دنیا نمیتونن گرانت بگیرن، واقعیتیه، نمیدن بهشون، برای اینکه اون ایده ها رو دوست ندارن. اگه اون پنلی که اونجا میشینه که میخواد تصمیم بگیره این پول بهش بدن، میگن نه این پول میدیم برای اون چیزی که ما خودمون فکر میکنیم درسته، یا تیم ما رو در ریسرچ تقویت میکنه. و نمیخوام ناامید کنم کسایی که مستقل فکر میکنن، ولی فکر میکنم دنیا برای افرادی که مستقل فکر میکنن یا متفاوت فکر میکنن، آلترناتیو فکر میکنن، همیشه تنگ بوده، ولی الان شاید تنگتر هم شده. ولی به نظر من باید مقاومت کرد، یعنی آلترناتیو ها رو به وجود آورد. یعنی پول کمه، نمیدونم کسی نمیاد بهتون گرانت های بزرگ بده برای ایده های بزرگ. به نظر من باید مثل کامیونیتی های کوچیک، حالا تا جایی که میشه از مؤسسات بزرگ مثلا علوم شناختی، الان ما مدرسه علوم اعصاب پول گرفت، چه خوب، چه اگر محدودیتی بود برای پول دادن به شما، به نظر من شما سعی کنید که کامیونیتی های کوچیک خودتون رو مستقل، یعنی مؤسسات کوچیک تحقیقی با یه دونه اتاق کوچولو، با یک وسایل ابزار کوچولو، با یک چیزایی که بشه کمتر خرج کرده، بیشتر از اون تولید کرده، از اون به وجود آورد، یا کسایی که علاقه‌مند به ریسرچ مستقل هستن، این مسئله رو ایجاد کرد که یک مقداری خب تا جایی که میشه از مؤسسات دولتی و یا مؤسسات به اصطلاح
قدرتمند استفاده کرد و اگه نشد از این مؤسسات قدرتمند استفاده کرد، خودتون سعی کنید گروه‌های کوچیکی به وجود بیارید، یه گروه‌های تحقیقاتی کوچیکی که حداقل این گروه‌های تحقیقاتی کوچیک میتونه یه گروه‌های مروری به وجود بیاره، مروری تحقیقاتی. لزومی نداره شما مثلا فرض کنید یه آزمایش خاصی رو بخواید بکنید، ولی مرور کردن خرج نداره. یعنی مرور لیترچر، حتی لیترچر سرچ میتونه ما رو به یک ایده های جدید، تفکر جدید و اندیشه جدید و راهکارهای جدید، ببخشید من این راهکار رو باز تأکید میکنم روش، به ما برسونه و لزومی نداره که ما حتما وابسته به یک مؤسسه بزرگی باشیم تا بتونیم مثلا کار خودمون رو پیش ببریم. حداقل با تشکیل گروه‌های کوچیک تحقیقاتی که صد ایجاد نکنن در برابر ایده هایتون، که اگه ایده های آلترنتیویه، ایده های نوعیه و نمیتونید در یک جایی که به اصطلاح ایدئولوژی حاکمه و اون قدرت، حالا چه اینجا چه اروپا چه آمریکا همه جا اینجوریه، من نمیخوام استثناء بکنم جاهای دیگه دنیا رو، همیشه قدرت ها سعی میکنن آدم رو محدود کنن، ولی اگه آدم ایده های نو رو داره، باید این ایده های نو رو یک ذره با استقلال بیشتر، با تکیه بر فعالیت خودش و همگروه های خودش، با همفکران خودش اون رو پیش ببره. اینجاست که سوشال نوروساینس در ساینس معنا پیدا میکنه. من ساینتیست اگر اعتقاد دارم که سوشال ساینس مهمه، سوشال نوروساینس مهمه، پس کار نوروساینس من هم در اون مجموعه سوشال خودش میتونه رشد پیدا بکنه. یعنی وقتی که من پیوند پیدا کنم با هم فکرهای خودم، با هم ایده های خودم، کسایی که ایده های مشترکی با هم دیگه داریم، و این به نظر من خیلی مهمه و یک جور راه استقامت، راههای بخشی و یک جور استقامت در مقابل اینکه آدم اگر آلترناتیو تینکینگی هم داره بتونه اون آلترناتیو تینکینگ رو در اون جامعه جا بندازه و پیش ببره. بسیار عالی. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر، ممنونم از توضیحاتی که ارائه دادین، ممنونم از سخن شیوایی که تو این جلسه داشتیم و قطعا هم بنده و هم سایر دوستان خیلی استفاده کردیم از صحبت‌های شما. همچنین پرسش و پاسخی که در انتها داشتیم ان شاءالله در ادامه فرصت باشه ما مفصل‌تر در خدمت شما باشیم توی جلسه تخصصی و یه پنل مفصل هم بتونیم صحبت‌های دوستان رو بشنویم و همین که خیلی بهتر بتونیم در خدمتتون باشیم. خیلی ممنونم، ان شاءالله بازم در خدمتتون خواهیم بود.